سطح برنزی سطح دیگه مسابقات فیتنس چالنجه. ما تو این سطح هم 6 حرکت داریم که باز تو هر حرکت ورزشکار فقط 2 دقیقه فرصت داره تا بیشترین تکرار خودشو بزنه، ولی این سطح از سطح طلایی و سطح نقره‌ای راحت تره. اولین حرکت هم تو این سطح بارفیکس خوابیده است که ورزشکار باید تو حالت در واقع دست رو به صورت میله رو بگیره، سعی کنه خودشو بکشه بالا تا جایی که سینه‌اش تاچ بشه با میله. حرکت دوم تو فیتنس چالنج برنزی حرکت اسکات با کتلبل. آقایون باید 32، خانوما باید 28 کیلوگرم کتلبل بزنن. تو حالت اسکات وقتی که کتلبل رو هم دوتا دستشون رو از رو گرفتن، کف کتلبل هم باید بخوره زمین، با اسکات بیان بالا تا جایی که پاهاشون صاف بشه. حرکت سوم توی فیتنس چالنج برنزی حرکت پوشاپ بزنه، همون شنای معمولی باید پوشاپ خودشو بزنه. توی این حرکت تو پوزیشن پوشاپ قرار میگیره، میره پایین تا جایی که دستش زاویه 90 درجه بسازه، مجددا برمیگرده بالا. حرکت چهارم توی فیتنس چالنج برنزی حرکت لانج با دمبلای تو سینه، گام به عقبه که شرط درستی این حرکت هم اینه که حتما پای عقبش زانوش با زمین لمس بکنه. حرکت پنجم توی فیتنس چالنج برنزی حرکت سیتاپس، دراز نشست خودمون، ولی ورزشکار وقتی که بلند میشه باید حتما با دستاش پاشو لمس بکنه. و حرکت آخر توی فیتنس چالنج برنزی حرکت کتلبل سوینگه که ورزشکار باید با انجام دادن یک سوینگ کتلبل رو بیاره بالا و تا بالا سرش ببره. آقایون 12 کیلو و خانم ها 8 کیلوگرم باید بزنن.